سلام دوستان. امروز میخواییم در مورد چیزایی که بهتون قول دادیم صحبت کنیم. اصولی که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که باید در موردشون صحبت کنیم، امروز میخواییم روی اونا کار کنیم. اصل اول این که بخوایم با فردی بحث کنیم و بگیم که آیا خدا وجود داره یا نه، باید اول خدای خودمون رو معرفی کنیم و به قول خانم نرگس ما بیایم بگیم که خدای ما چه فایده‌ای داره. ما ابتدا باید جواب بدیم که بگیم خدای ما همون خداییه که توی قرآن معرفی شده، یعنی الله یا الله. اوکی؟ و اون خدایی که تو متن قرآن اومده و نه اون خدایی که آخوندهای شیعه و سنی میان معرفی میکنن. اصل دوم در مورد اینه که کاری به شخصیت‌های بارز صدر اسلام نداشته باشیم. ببینید، من دیدم مثلا آقای پارسا ایرانی میاد مثلا حضرت علی، عمر و این افراد، محمد رو میذاره وسط و میاد میکوبشون. اوکی؟ من کاری به این افراد ندارم. اسلام یعنی چیزایی که توی قرآن کریم اومده و ما این کتاب میپذیریم. بیایید برای من از اصول کافی یا از کتاب البخاری سنی ها یا کتاب مسلم یا کتاب غدیر یا اینا، من اینو نمیپذیرم. اوکی؟ ما باید خودمون رو مقید کنیم به فقط یک کتاب، اونم قرآن کریمه و به شخصیت های بارز اسلام کاری نداریم. اصل سوم که همون واقعا یعنی خود کتاب قرآن کریم هست و ما باید از اول بگیم که آقا کتاب قرآن کریم یک کتابیه که شعر و نثر هست، الا احکامش که به صورت صریح میاد، اجرایی به صورت حقوقی و قانونمند میاد اینا رو مطرح میکنه، ولی بقیه داستانهایی که اون میاد میذاره وسط اینا به صورت نثر و شعر هستن. همونطور که تو خود قرآن اشاره کرده و گفته که این مشرکین چی میگفتن؟ میگفتن به حضرت پیامبر، میگفتن که تو داری فقط شعر میگی. نه، اون شاعر نیست، یعنی اون خودش اهل شعر و این چیزا نیست، ولی این چیزایی که خودش داره میگه این از خدا داره بهش وحی میشه. پس ما باید بپذیریم که قرآن کتابیه که شعر و نثره، الا بعضی چیزایی که حکم هستن، احکامن، اونا به صورت صریح اومدن. پس کتابی که شعر و نثر هست باید هرمنوتیک داشته باشه. شما اگه مراجعه کنید به ایشون، گادامر یه فردی که اومده با استفاده از کتابای استادش هایدگر، ایشون بعد اساتید قبلی شلایرماخر و افراد دیگه اومده این هرمنوتیک خیلی قدرتمندی و فرمول بندی کرد و همه ازش استفاده میکنه. هرمنوتیک به صورت فارسی انگار داریم میگیم که یعنی تفسیر یا تعبیر یا هر چیزی که شما دوست دارید اسمی براش بذارید. خلاصه این اصل سوم هست که ما باید قبول داشته باشیم که قرآن تعبیل داره، چون متنش نثر و شعر هست. همونطوری که بخواید شاهنامه رو بخونید، شاهنامه رو باید به صورت تفسیرش کنید که بفهمید. شما به هیچ عنوان اگه بیایید کتاب مثلا فاوست گوته رو بخونید، چیزی که به فارسی نوشته شده اصلا چیز خنده‌داریه، در حالی که متن آلمانیش یک شاهکاره. همونطور که ما حافظ رو بیایید به انگلیسی یا عربی یا هر زبان دیگه ترجمه کنی، اصلا مضامینش از بین میره. به همین خاطر ترجمه قرآن کریم و من قبول ندارم. پس کسی که بخواد بیاد برای من بگه که تو قرآن این شکلی نوشته، اون ترجمه خط به خط قرآن کریمه و هیچ مفهوم خاصی نداره. حالا اصل چهارم که با اون فرد میخوایم صحبت کنیم، باید در مورد کیهان صحبت کنیم. کیهان رو باید قبول کنیم که آیا از یه جای شروع شده یا ازلی و ابدی بوده. اگه اون فرد بگه ازلیه، باید برام دلیل بیاره، منم دلیل خاص خودم میارم. حالا یه سری تبصره از همین اصل چهارم یعنی قانون کیهانی و اینا بررسی کنیم. باید
دو تا مورد رو قبول کنیم. یکی علیته. اوکی؟ علیت رو آیا فرد قبول داره؟ نه علیت فلسفی که دیوید هیوم اومد گفت که این چیزی غلطه. نه، علیتی که تو فیزیک، تو طبیعت هست. یعنی شما وقتی آزمایش انجام میدی حتما اتفاقی که افتاد یه دلیلی داره و من اینو میخوام. جهانی که ما مشاهده میکنیم، نه فقط یه مفهوم فلسفی و حالا من در آوردی چه میدونم چی بهش میگن. بعد تبصره دوم، قوانین فیزیک. آیا اون فردی که میخواد با من بحث کنه اصلا قوانین طبیعت رو قبول داره؟ اگه قبول نداره باید برام دلیل بیاره. نمیشه هی بیای یه جایشو قبول کنی، یه جایشو رد کنی، یه جای قبول کنی، یه جایشو قبول نکنی. نه، باید وقتی میگی من قوانین طبیعت رو قبول دارم باید قبول داشته باشی و ما طبق همون پیش‌فرض باید پیش بریم. اینا پیش‌فرضایی هستن و یا اصولی هستن که ما اول برای یک مباحثه خوب میذاریم وسط و شروع میکنیم که با اون فرد صحبت کنیم. در غیر این صورت وقتی متفق نیستیم با هم دیگه سر اینا، ما نمیتونیم با هم بحث کنیم و اصلا بحث به جای خاصی نمیرسونه ما رو. پس با ما همراه باشید دوستان. خدا نگهدار.